از کلوخه تاراز براتون شروع میکنم. این کلوخه بافت گچی داره، طعم خیلی خیلی خوبی داره و یه طعم ملایمی از خاک داره، مناسب سسه، بدون هیچ شنریزه و ماسه‌ای و یک کم تقریبا نمکی طوره و چسبندگی خیلی خیلی کمی داره. کلوخه قیزلداش جزو کلوخه‌هایی هستش که یک مقدار چسبندگی داره، خیلی کرانچ و خوشمزه است و بوی دیوارای کاهگلی که بهش آب خورده میده. یامور جزو کلوخه‌هایی هست که چسبندگی نداره اما قابلیت سس شدن داره و یه طعم خاک بارون خورده خیلی خوشمزه داره و بافتش هم گچیه. خب بریم سراغ کلوخه قره‌گوز که جزو کلوخه‌هایی هست که توی آب بندازیش لایه لایه میشه و خیلی کرانچ و خوشمزه است، طعم خیلی خوبی داره بچه‌ها و چسبندگی هم اصلا نداره. کلوخه یوزداش جزو کلوخه‌ایه که بدون چسبندگیه و یه بافت یکم ماسه‌ای طور داره و بوی خاک خیلی خوبی داره. کلوخه آیداش جزو کلوخه‌هایی هستش که چسبندگی کمی داره، چسبندگیش 40 از 100 و سس نمیشه و برای دندونای حساس خیلی خوبه و یه طعم خیلی غلیظی از خاک و نم بارون و طعم گلی طور داره. کلوخه گمشتاش جزو کلوخه‌هایی است که توی آب لایه لایه میشه، چسبندگی خیلی کم داره و توی دهن یه بافت خامه‌ای طور پیدا میکنه و یه طعم خیلی غلیظی از خاک میده و کمی ترد و ماسه‌ایه.